با درود و سپاس خدمت همه هموطنانی که مقیم امریکا هستند. روز یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر 2 جون یک وبیناری داریم که چجوری میتونیم در امریکا برای خودمون ثبت شرکت بکنیم، چه فرمال چه این فرمال، برای کسایی که میخوان برای خودشون کار بکنن، خسته شدن از برای کار کردن برای یکی دیگه، از پرداخت مالیات های اضافی که روی امپلویمنت ها بسته میشه و اینو دوست دارم در سوال جوابی که در روز یک شنبه وجود داره در وبینار شرکت بکنید، مرور بکنیم چه محاسنی وجود داره بین شرکت ها، برای چه شرکت هایی و برای چه منظوری چه شرکت هایی مناسبه، تکسی که روی شرکت ها پرداخت میشه چگونه در واقع وضع میشه و چجوری ما میتونیم از این منافع، از این سایت هاسل برای اینکه بتونیم از درآمدهای مالیاتی دیگه‌مون صرفه جویی بکنیم استفاده بکنیم.